سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. من آرتین لول اپ هستم و پلیس 2 ستاره دنبالمونه. نگاه کنید بچه‌ها، اومدم یه راه مخفی بهتون نشون بدم. صبر کنید، همین اتوبان اینجا هست. خب دوستان، میرید جلو. اتوبان اینجا نگاه کنید، اینجا یه لس سانتوسه. اینجا دیگه دوستان، درسته؟ اینجا یه اتوبان داره. اینجا میری اینجاها. اینجا که رسیدی مستقیم میری تا به اینجا برسی. صبر کن بچه‌ها، برم جلو. میری. آها بچه، اونجا رو میبینید؟ بیاید بچه، اونجا رو میبینید؟ اونجا چیزه، پایگاه نظامیه. الان بهتون میگم چی واردش بشید. سرعت میگیرید. البته بچه از اینجا نمیشه. صبر کنید من برم از اون ورش باید بگید. بچه ها اشتباه کردم، به صبر کنید بعد از اون ور بیایید. من برم. میرید دوستان؟ اینجا دریفت نشی میکشی یاره. اینا بچه، اینجا این اتوبان، درسته؟ از اینجا نگاه کن، من واسهتون علامت میزنم. اینجا میاید، از اینجاها توی همین جاها دوستان. صبر کنید، اینا بچه ها میاید میرید. اینا بچه ها نگاه کنید، میرید توی پایگاه نظامی. میتونید از در ورودی هم برید، ولی اینجوری برید من بهتری به نظرم. اینا دوستان، اینجا الان اینجایی که ما الان هستیم پایگاه نظامیه. اینا واسهتون علامت هم میزنم. اگه دوست داشتید میتونید چیزی هم سوار شید اینجا. من الان مثلا بچه ها، من اینجا مثلا خب بچه ها میتونید سوار شید بچه ها، ولی باید سری کد بزنید تا نکشنتون. بچه ها سریع کد میزنید تا موشکایی که بهتون میخوره چیز نشه. الان بچه ها پلیس 5 ستاره میاد دنبالتون میافته، ولی شما بچه ها مواظب باشید که چیز نشه، پلیس ها و تانک ها و اینا نکشنتون. بعد پشت سرم کد سالم شدن جون رو بزنید با سالم شدن جت. نگاه کنید بچه ها، الان جت سوار شدیم دوستان عزیز. میخواید بچه ها برم بالا اون چیز فرود بیام؟ با زبدرم موشک میزنه دوستان گلم. با این جت خیلی سریع به جایی که دوست دارید میرسید. الان اصلا من میخوام برم بالای اینجا که علامت نشون دادم. با موشک میزنی، بزن بخورش. سرعت رو کم میکنی بچه ها، سرعت باید کم میشه. بچه من نمیتونم فرود بیام اینجا. سب کن بچه، فکر نکنم بشه. من نمیتونم فرود بیام. سب کنید و بریم دور بزنیم. فکر کنم بچه ها بزن بریم. اوف بچه ها، حرکت نمایشیش کردید. بریم سمت برجه ببینیم بچه ها، برجه رو میتونیم چیز کنیم یه جوری. بچه ها دقت کردید پلیس 5 ستاره دنبالمون ها، جدی بگیرید. اینا دنبالتون باشه کارتون تمامه.
منم نه چه خیلی حرفه‌ای اما میتونم قشنگ اینا رو گم کنم. بچه ها کمتر کسی میتونه اینجا فرود بیاد. بذارید سعی کنم میریم. بچه ها داشت میشدم. بچه یه دقیقه موتور کار افتاده بودم. اوف 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 اوف. برو یه حرکت نمایشی اسکی بنازم آجی بنازم. بچه اونجا هم فرودگاه اگه دوست داشتید برید پلیس 5 ستاره به 1000 ستاره تبدیل میشه. کل شهر میفته دنبالتون که من دیگه اسکل نیستم برم. بچه خیلی کار سختیه ناموسن حمایت کنید. اگه دارید در یوتیوب این ویدیو رو تماشا میکنید کامنت انگلیسی بذارید تا صباتون نپره. لایک کنید لایک کنید و لایک کنید و لایک کنید. همین دیگه. سابسکرایب هم یادتون نره. همین کامنت انگلیسی بذارید صباتون نپره. چون خیلی کار سختی دور زدم با آقایی. من اصلا خوشم نمیده این کار. یا علی مدد یا خدا. بچه دعا کنید بتونیم بریم حداقل. نخو جون ما رو بگم. یا علی مدد. خود بزن بچه من سری خود بزن. بچه مردیم. شما مثل من نباشید. شما نرینید مثل من. خب همین بود دیگه دوستان. اومدیم بهتون نشون بدیم چجوری میشه پایگاه نظامی و چه بدونم اینا مکانشو بهتون گفتیم و اینا دیگه. کامنت انگلیسی بذارید صباتون نپره. سابسکرایب کنید لایک کنید این ویدیو رو و تا ویدیو دیگه خدا نگهدار.